من امروز در بازار بودم. کمی سیب خریدم. جای شما خالی. خیلی سیب‌های شیرین و با لذت. من اصلاً سیب را دوست می‌دارم چون برای سلامتی انسان فایده دارد. سلام، به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز همه ما و شما می‌دانیم که در کشور ما مردم نه تنها دچار مشکلات اقتصادی هستند، بلکه دچار ابراز نظر کردن نیز هستند. همین که لب وا می‌کنند و آغاز به صحبت کردن می‌کنند، از جمله اول معلوم می‌شود که دیگر نمی‌توانند چیزی بگویند یا فراموش می‌کنند چی باید بگویند و جمله سازی ضعیف دارند. در اول باید بگویم که اکثرا مردم ما همان 100 کلمه‌ای که می‌دانند استفاده می‌برند و این همان کلمه‌هایی هستند که تنها 3% زبان ما را تشکیل می‌دهند. هر روز جمله سازی مردم ما ضعیفتر و کندتر می شود و این باعث می شود که مغز انسان دیگر خواب می رود و تحمل پذیری را از دست می دهد. به درستی که شما می توانید مانعه های زبانی را پس سر کنید. با قدم های خرد، مهمتر از همه و در قدم اول تصمیم دلیرانه شما راه شما را برای پیشرفت در گفتار باز خواهد کرد. تغییر در رفتار و گفتار آهسته آهسته به عمل می آید. برای عوض کردن کلمه ها و جمله های کهنه وقت لازم است. شما عجله نکنید. هر روز کلمه های تکراری را با کلمه های مناسب تر عوض کنید. روز تا روز خود درک خواهید کرد که شما موفق هستید. مثال عادی که همه ما و شما می‌دانیم این است: وقتی که یک نفر با نفر دیگر صحبت را آغاز می‌کند، همان کلمه‌های تکراری را استفاده می‌برد. مثال: سازی، تنجی، کاروچ خیلن، شکر سازم الحمدلله، شما چه خیلین سازین؟ سازی، تنجی، کاروچ خیلن، شکر سازم الحمدلله، شما چه خیلین سازین؟ طرف مقابل نیز جواب می‌دهد: ها شکر بد نیست. باز تکرارن همان کلمه ها را استفاده می‌برند. خی آخی سازی، چا کردی یا چیکار میکنی؟ خی کارو سازند. همین طور در یک صحبت 30 دقیقه‌ای 100 بار سازی تنجی، خیک سازی، کاروچ خیلن استفاده می‌برند. گویا که زبان ما بغیر از سازی تنجی دیگر کلمه ها و جمله های زیبا نداشته باشد. حاکی است، یعنی معلوم است که ما می توانیم بیشتر کلمه ها و جمله های را استفاده بریم که باعث زیبا شدن یک صحبت و آرام کردن ما و شما شوند. خوب، گذشتیم به اصلاح کردن. سلام، خوبین؟ خوشحال شدم که شما را می بینم. یا اگر تلفنی صحبت کنید می توانید: سلام، من هستم فلانی، می خواستم با شما صحبت داشته باشم. شما وقتی صحبت کردن دارید؟ در جواب می توان گفت: و سلام، بفرمایید دوستم، بله می توانم با شما صحبت کنم. یا اگر نمی توانید صحبت کنید یا مشغول کاری هستید، در جواب این جمله ها را می توان استفاده کرد. و سلام دوستم، راستی دستم بند است. ما می توانیم کمی بعدتر در علاقه باشیم؟ یا و سلام، ببخشید من در کار هستم، پسانتر به شما زنگ میزنم. یا شما به من بعد ساعت 6 زنگ زنید. این جمله ها نشاندادی آن می شوند که شما می توانید الکی در همان دقیقه اول کلمه های درست را استفاده برید و جمله سازی شما درست شود. کلمه های دیگری که مردم ما استفاده می برند که اصلا نباید در اولی معاشرت استفاده شوند، اینها می باشند: کاروچ خیلن، هیچی پول خوب کار کرده سودای. آخی و باز تکرارن همون سوال: خی کارات خوبن. همان جمله های اول را تکرارن به زبان می آورند. تا اینکه یک نفر را از کارش بپرسید، باید کمی با آن نفر صحبت کنید تا جای می توانید. کوشش کنید که از کار نپرسید، چون کار این یک عمل شخصی است و متعلق به همان شخص است.
اگر او خواست حتما از کارش برای شما نقل می کند. مثال، بعد سازی نغزی یا همان احوال پرسی می توان کمی درباره خود گفت. من امروز در بازار بودم، کمی سیب خریدم. جای شما خالی، خیلی سیب‌های شیرین و با لذت. من اصلا سیب را دوست می دارم چون برای سلامتی انسان فایده دارد. یا می توان گفت در ما امروز باد و هوا خیلی مناسب برای تفریح یا استراحت. من همین صبح کمی راه رفتم، عصبهایم خیلی آرام شد. به اندیشه من پیاده‌گردی فایده دارد. اگر نمیدانید چی طور صحبت را آغاز کنید، می توانید سوال کنید. یعنی بعد از احوال پرسی چنین بگویید: راستی دیشب فکر شما را کردم، گفتم حتما فردا زنگ میزنم. خوشحال شدم که شما را میشنوم. خدا را شکر که شما تلفن را برداشتید. دیگر طرف مقابل مجبور می شود که آغاز صحبت کند و چیزی در جواب گپ شما بگوید و همین طور می توان یک صحبت خوب را آغاز کرد، چون شما با این جمله ها و کلمه های زیبا و دلنشینتان انسان را وادار می کنید که فکرش وسیع‌تر شود و سر خود را کار فرمد. کلمه های به مثل فهما یا خیچکا کنیم و امثال این کلمه ها را زیاد استفاده نبرید یا جمله ها را، چون صحبت شما را تلخ می کند و طرف مقابل فکر می کند که گپ های او به شما جالب نیست یا شما اصلا اهمیت نمی دهید او چی می گوید. سوال به میان می آید: چی باید گفت در عوض فهم و فهمیدم؟ شما می توانید صحبت یک شخص را آب دهید. اگر کسی به شما چیزی را از زندگی خود نقل می کند، به اعتنایی نکنید. صحبت او را شرح دهید. مثال، یک نفر به شما می گوید که من امروز تصمیم گرفتم که کمی نهال شنانم چون در زمین ما درخت نیست. چونین می توان گپ را آب داد. خیلی خوب می کنید که نهال شنانی می کنید. برای طبیعت خوب است. اگر فایده هم نآورد، حداقل یک نفر در تگ سایه اش نشیند هم برای شما ثواب می رسد. شما ثواب می گیرید و زمین هم زیبا می شود. مثال دیگر، اگر شخصی به شما گفت من امروز به بازار می روم کمی خرید کنم برای روزگار، شما می توانید درباره آخرین بار که به بازار رفته بودید قصه کنید. مهم نیست که همه چیزهای خریده خود را نام بر کنید. مهم آن است که نشان بدهید که شما صحبت آن شخص را جدی قبول می کنید و می شنوید که او چی می گوید. مثلا می توان گفت من نیز چند روز پیش به بازار رفته بودم. مواد خوراکه کمی قیمت شده است به نظر من. خوب، شما بازاری کنید، فرصت شد به من نقل کنید. همین طور می توان یک صحبت خوب کرد که طرف مقابل نیز از این صحبت لذت ببرد. نه اینکه او بگوید من به بازار می روم، شما در جواب فهما خیر راه سفید. تا راه سفید گفتن می توانید خیلی کلمه ها و جمله های زیبا را استفاده برید. همین طور از گپ می براید و شما هر روز بیشتر و بیشتر می آموزید و طرز معاشرت شما شیرین و فهما می شود. یک چیز مهم دیگر این است که اگر در زبان مادری خود کم و کاست زیاد داشته باشید و فکر و اندیشه خود را آزادانه بیان کرده نتوانید، خیلی مشکل است که زبانهای خارجی را بتوانید آموخت. زبان مادری این اولین قدم شما به یک حیاتی زندگی مرفه و آسان می باشد. زیاد کشورهایی هستند که زبان انگلیسی را مردمش در مکتبهای میانه می خوانند و حتی امتحان حتمی زبان انگلیسی دارند، اما اگر نگاه کنی آنها نمی خواهند با زبان انگلیسی در کشور خود صحبت کنند. این به آن معنا نیست که آنها زبانهای خارجی را بد می بینند. نه، بلکه آنها نمی خواهند که زبان مادریشان از بین رود. شما قدم اول را برای درست کردن معاشرت بردارید، حتما خداوند به شما کمک خواهد کرد.
بعضی وقتا دیده می شود که بعضی ها می گویند من چندین زبان های خارجی را می دانم و صحبت می کنم، در حالی که از جمله اولشان معلوم است که آنها نه تنها زبانهای خارجی را صحبت کرده می توانند، بلکه زبان مادری خود را درست صحبت کرده نمی توانند. من به این باور هستم که اگر شما در خردی زبان مادری اتان تاجیکی بوده است و شما این زبان را درست صحبت کرده نمی توانید، هیچ وقت زبانهای خارجی را خوب آموخته نخواهید توانست. در آخر مثل همیشه من 3 سوال از شما می پرسم و در تگ همین نوار شرح و جواب خود را نویسید. سوال اول: کی شما اولین بار فهمیدید که میخواهید زبان مادری خود را درست‌تر صحبت کنید؟ سوال دوم: کلمه چیست و از کدام زبان گرفته شده است؟ سوال سوم: شما از این صحبت من چی فهمیدید؟ حتما فکر خود را نویسید. خواهش میکنم بی‌اعتنایی نکنید، یعنی بی‌توجهی نکنید. من میدانم که علم و ادب در کشور ما قدر ندارد و همین باعث شده است که مردم ما خوار و زار هستند. مقصد از این نوار خدمت کردن است و شما نیز در پهن کردن این نوار بی‌توجهی نکنید. حداقل 2 شرح نویسید، یا شرح‌ها یا اینکه کامنتاریه های نوشته دیگران را لایک گذارید. خدا حافظ، تا دیدار.